اشاره کردن کوروش که یک مرد مؤمن، یک جوان مؤمن و پاک ایرانی بود 2000 و چند صد سال قبل. بعضی حواسشون نیست که در کجای تاریخ اتفاق افتاده این. بله امروز رئیس جمهور آمریکا هم دم از عدالت میزنه، خیلی دم از عدالت میزنه، حالا که بازار عدالت گرمه. 2000 و چند صد سال قبل پیروان حضرت موسی که موحدان زمان بودن اومدن کمک خواستن از کوروش بزرگ که آقا ما تحت ستمیم، یه قومی هستن در این همسایگی اینا ظلم میکنن، ستم میکنن، اجازه نمیدن ما موحد باشیم، اجازه نمیدن ما خدای بزرگ رو پرستش کنیم. در سرزمینی که به نوعی تحت اداره کوروش بود او حرکت کرد، رفت اونها را آزاد کرد بدون اینکه یک نفر کشته بشود، با تدبیر، با مدیریت، با ذکاوت رفت آزاد کرد، یه منشور صادر کرد. بعد از 2500-600 سال منشور ملل متحد رو نوشتن. اینو بذاریم کنار هم مقایسه کنیم. فرمان صادر کرد به لشکریانش احدی حق ندارد به کسی ظلم کند، احدی حق ندارد به اموال مردم تجاوز کند، احدی حق ندارد به شخصیت مردم تجاوز کند، کسی حق نداره کسی رو به بیگاری بگیرد، کسی حق ندارد کسی را به بردگی بگیرد، همه در اندیشه آزاد، همه در بیان آزاد. نگاه جهانی، نگاه انسانی، این مال ملت ایرانه. امروز عزیزان من جهان به این فرهنگ و اندیشه ملت ایران به شدت نیازمند است.